جلسه هیئت مشاوره ریاست معارفی ولایت در تالار مؤسسه دولتی گیمنازی رقمی یکم شهر خوجند دایر گردیده. نتیجه های فعالیت در امسال یکم سال 2025 را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. ضمن برآمد خود سردار ریاست معارفی ولایت اوید به سمت‌های مختلف سایه معارف ایستاده گذاشته در برابر پیشروی‌ها اطراف کمبودی و نارساگی‌ها و مشکلات جای داشته و پیش آمده به حاضرین معلومات مفصل داد. همزمان ذکر گردید که ریاست معارفی ولایت جهت اجرایش دستور سپارش و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان فعالیت خود را براه مانده تا 6 ماه سپری شده با کمک دستگیری مقامات اجرایی ولایت شهر و ناحیه‌ها صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و اهالی منطقه‌های گوناگون ولایت در بنیاد و از نفسازی مؤسسه‌های تا مکتبی و تعلیمی به یک قدر نشان دهنده‌های نظررس نائل شده است. الحال در میقات ولایت 287 عدد مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی عرض وجود و فعالیت دارند که در آنها 48524 نفر کودکان به تربیت فرا گرفته شدند. همچنین در نزد 715 مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌ها 1160 عدد گروه‌های مرکزهای انکشاف کودک تأسیس داده شده است که 24174 نفر را به تعلیم و تربیت فرا گرفته است. الحال در میقات ولایت 962 عدد مؤسسه‌های تحصیلات عمومی فعالیت دارند که در آنها 573840 نفر به تحصیل فرا گرفته شدند. ضمناً قید گردید که در ترتیب دستور سپارش و هدایت‌های سرور دولت در میقات ولایت تا 6 ماه سپری شده بنای نوی 10 عدد مؤسسه‌های تعلیمی با 860 جای نشست در یک بست مورد استفاده قرار داده شد. با عزم و تلاش و مبلغ گذاری و کمک دستگیری‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت به استقبال 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد بنای زمانوی یک چند عدد کودکستان و مؤسسه‌های تعلیمی با مرام ادامه دارد. همزمان در جلسه هیئت مشاوره ریاست معارفی ولایت اوید به کمبودی و نارساگی جای داشته گفتگوزار و عمل آورده شده نقشه کاری ریاست معارف برای نیم سالی دوم سال 2025 مورد بررسی و تصدیق قرار داده شد.